اما رسیدیم به بخش جذاب الگوریتم دیده شدن پست ها در اینستاگرام. این الگوریتمی که گفته میشه رو شما اگر درک کنید، حالا به هر طریقی که تغییر کنه، شما متوجه میشید که الان الگوریتم اینستاگرام داره چجوری عمل میکنه که الان من به صورت کامل بهتون توضیح میدم. الگوریتم دیده شدن پست در اینستاگرام کلا 6 فاکتور خلاصه میشه و بر اساس این 6 تا فاکتوره که پست های اینستاگرام رتبه بندی میشه و شما اگر میبینید تو اینستاگرامتون یه پستتون تو رتبه بالاتر، مثلا اینستاگرامتون رو باز میکنید و داره یه پستی رو اول بهتون نشون میده، یکی دیگه دوم، سوم، همینجوری میاد پایینتر، با دونستن این موارد کامل متوجه میشید و میفهمید که چیکار باید بکنید تو اینستاگرام که بتونید رتبه بالاتری از خدمتتون بگم مخاطبینتون بگیرید. حالا اولین گزینه نرخ تعامل. نرخ تعامل یا engagement rate یا اصطلاحاً بهش میگن ER. این فرمول های مختلفی رو در موردش گفتن ولی این مربوط به هر پسته. دقیق ترین فرمولی که میشه گفت برای یک نرخ تعامل این هستش. فرمول های مختلفی هستش، مثل اینکه گفتن تعداد لایک به اضافه کامنت تقسیم بر فالوور ضرب در 100، این ER. برای پیج ها این رو میدونن، چون اطلاعاتی که سایت های مختلف و حالا اپ های مختلف دارن دقیقا همین قدره، یعنی فقط میتونه تعداد لایک و کامنت رو برای شما بدونه و تعداد فالوور پیجتون رو، و بر اساس این اومدن یه نرخ تعاملی رو گفتن که زیاد نمیشه بهش اعتماد کرد. دقیق ترین نرخ تعامل و فرمولی که میشه گفت برای نرخ تعامل بیان کرد این چیزی که الان من میخوام بهتون بگم. نرخ تعامل تعداد اینگیجمنت. دوستان طبق تعریف خود اینستاگرام و تا حالا این سایت پیج اینستاگرام، اینگیجمنت یعنی لایک به اضافه کامنت به اضافه سیو. شیر جزو اینگیجمنت نیست. پس وقتی میگه توتال اینگیجمنت یعنی لایک، کامنت و سیو، این سه تا فاکتور تقسیم بر توتال ایمپرشن یعنی تعداد دفعاتی که محتوای شما دیده شده، که حالا تو این سایت پستا کامل در مورد ایمپرشن و ریچ و اینا کامل توضیح میدم بهتون. تعداد دفعاتی که پست شما دیده شده و ضرب در 100. این فرمول دقیقیه برای اینکه شما بتونید نرخ تعامل پستاتون رو به دست بیارید و شما وقتی با این فرمول بسنجید محتواتون رو میتونید بفهمید که درصد تعامل چقدره و روز به روز بتونید با این فرمول پستاتون رو جذاب‌تر کنید و نرخ تعامل پستاتون رو بالاتر ببرید و وقتی نرخ تعامل پست بالا بره در نتیجه نرخ تعامل پیجتون هم بالا میره و این فاکتور یعنی ER یکی از الگوریتم هاییه که یکی از فاکتورهاییه که اینستاگرام پست های شما رو رتبه بندی میکنه. اگر نرخ تعامل بالاتری داشته باشید و تعامل توی این محتوایی که آپلود میکنید بالاتر باشه، شانسش برای بیشتر دیده شدن و خدمتتون بگم که برای اینکه رتبه بالاتری بگیره بیشتره. حالا یه موضوع هم اینجا بهتون بگم داخل پرانتز. خیلیا یه تعریفی رو در مورد الگوریتم اینستاگرام میگن زمانی که شما یه پستی رو آپلود میکنی ابتدا به 10% نشون میده و اگر اونها تعامل خوبی داشته باشن، یعنی نرخ تعامل خوبی داشته باشن، به بقیه هم نشون میده، به 90% بقیه هم نشون میده. این تعریفش اشتباهه، یعنی این درست نیست. طبق قانون خود اینستاگرام موظف پست شما رو به همه فالووراتون نشون بده. این قانون خود اینستاگرام، یعنی موظفه که پستی که تو اینستاگرام آپلود میشه رو به همه مخاطبینی که اون پیج داره رو نشون بده. تعریف درست این جمله چیه؟ تعریف درستش اینجوریه که میگه اگر شما محتوایی تو اینستاگرام آپلود کردی ابتدا به 10% از مخاطبینی که از قبل تعامل خوبی باتون داشتن تو رتبه بالاتری نشون میده. یعنی وقتی اینستاگرامتون رو باز میکنن پست اول پست شماست، نهایت پست دوم پست شماست. وقتی این 10% که تو رتبه بالاتری بهشون نمایش داده شد اون پست رو دیدن و تعامل خوبی باهاش شکل گرفت، به 90% بقیه هم طبق حالا مراحل مختلف تو رتبه بالاتری نشون داده میشه. این تعریف درسته.
الگوریتم اینستاگرام هست که حالا خیلی از اساتید میگن، اون تعریفی که شنیدید کاملا اشتباه. دقیق و درستش اینه و حالا میتونید برید تو سایت‌های مختلف هم حتی تحقیق کنید، ولی مطمئن باشید چیزی که من میگم کاملا موثقه و خدمتتون تجربیه، یعنی نمیام از روی یه چیزی الکی بخوام براتون توضیح بدم و کاملا مواردی که گفته میشه رو چندین بار خودم تحقیق کردم، بررسی کردم و بعد امروز دارم به شما ارائه میدم. موضوع بعدی در مورد الگوریتم دیده شدن پست ها زمان انتشار اون پست هستش که اصطلاحاً بهش میگن تایملاین است. در گذشته اهمیت خیلی بالایی داشت این موضوع، یعنی تمام پست ها بر اساس زمانی که اون پست انتشار پیدا میکرد دسته‌بندی میشد و هر کسی که توی زمان حالا مثلا الان پست میذاشت تو رتبه بالاتر نشون داده میشد نسبت پستی که مثلا 10 ثانیه قبل بود و کاملا فاکتور بر اساس زمان بوده. ولی کم کم که اومدیم جلوتر الان کم اهمیت ترین حالا فاکتور هستش برای رتبه بندی توی پست ها و اصلا تایمی که اون پست آپلود میشه زیاد مهم نیستش و فاکتورهای خیلی مهم دیگه وجود داره که حالا در ادامه من بهتون میگم. مورد بعدی تایم اسپنت یا زمان صرف شده روی اون پست هستش. دوستان زمانی که شما یه پستی رو تو اینستاگرام آپلود میکنید، مخاطبین وقتی اون پست رو میبینن و رو اون پست زمان میذارن، حتی اگر لایک نکنن، حتی اگر کامنت نذارن، حتی اگر خدمتتون میگم سیو و شیر هم نکنن و فقط پست شما رو ببینن یا کپشن رو بخونن یا بیان اصلا رو کامنت ها فقط کامنت ها رو بخونن، این خیلی برای شما با ارزشه، چون اینستاگرام میفهمه که افراد دارن زمان خیلی بیشتری رو نسبت به سایر پست ها روی پست شما میگذرونن و چی از این بالاتر. مهمترین فاکتور تقریبا میتونم بگم که برای اینستاگرام الان اینجوریه که تمام آمارش برای زمان صرف شده آدما توی اینستاگرامه، چون وقتی محصولی وجود نداره، محصول اینستاگرام خود شمایید، یعنی میاد آمارهاش رو بر اساس زمان میذاره، زمانی که افراد تو اینستاگرام میگذرونن و وقتی آمارها بر این اساس باشه و اینستاگرام چیکار میکنه، میاد محتواهایی رو بیشتر به افراد نشون میده که زمان بیشتری بذارن و وقتی یک نفر روی پست شما وایسته حالا کامنت ها رو بخونه، کپشن بخونه یا اصلا هیچ عکس العملی اکشنی انجام نده، این خودش برای اینستاگرام با ارزشه که داره زمان صرف میکنه و شما تا جایی که میتونید باید کاری کنید که مخاطب زمان بیشتری روی پست شما بذاره. به خاطر همینه که هم کاور، هم محتوا، هم کپشن و حتی کامنت هایی که زیر پستاتون گذاشته میشه مهمه و برای اینستاگرام با ارزشه. اینم از فاکتور زمان صرف شده که خیلی مهمه و برای اینستاگرام با ارزش. فاکتور بعدی رلوونسی یا ارتباط موضوعی هستش. رلوونسی چیه؟ یه سری نقاط مشترک دارن آدم ها توی علایقشون و بر این اساس هم اینستاگرام میاد رو پست های مختلف رو به کاربران نشون میده. مثال میزنم، با دقت گوش کنید و توجه کنید. ببینید، فرض کنید یه جامعه 5 نفره رو در نظر بگیرید که این جامعه 5 نفره مثلا به یک موضوعی، مثلا موسیقی، علاقه‌مندن و پست هایی که در مورد موسیقی آپلود میشه واکنششون میدن، زمان میذارن، لایک میکنن، اینگیجمنت دارن رو اون پست و تعامل انجام میدن و از این 5 نفر 4 نفرشون تو زمینه مثلا غذا هم یه سری پستا که آپلود میشه تعامل دارن و 1 نفر از این جامعه 5 نفره زیاد مثلا تو این قضیه اصلا چیز نبوده، مثلا براش مهم نبوده و تا الان پست‌های غذا رو دنبال نکرده. بر اساس این فاکتور، یعنی رلوونسی، اینستاگرام میاد چیکار میکنه؟ میگه که با توجه به اینکه این 5 نفر تو یک موضوعی نقاط مشترک داشتن، به احتمال خیلی زیاد این 1 نفر که جزوی از اون جامعه 5 نفره هستش هم توی موضوع مثلا خدمتتون غذا هم چیز داره، با مخاطبش مشترکه، یعنی دوست داره این موضوع رو دنبال کنه و براش زمان بذاره و میاد تو اکسپلور، تو هشتگ ها یه بار بهتون نشون میده، چندی بار بهتون نشون میده و اگر شما تعامل خوبی داشته باشید با محتوا، اینستاگرام میفهمی که پس شما هم به این موضوع علاقه‌مندید و میاد موضوعات از این دسته موضوعات رو بیشتر به شما نشون میده. رلوونسی هم پس یکی دیگه از فاکتورهایی بود که شما باید بهش توجه کنید در مورد الگوریتم دیده شدن پست‌ها. فاکتور بعدی تو رتبه بندی پست‌ها لایکلیهود یا احتمال تعامل هستش که مهمترین فاکتور تو الگوریتم دیده شدن پست‌ها هستش. شما وقتی به یک سری پست ها یا یک پیج
علاقه داشته باشید و مدام اون پیج رو دنبال کنید و وقتی محتوا میذاره برید سریع ببینیدش، لایک کنید، کامنت بذارید، زمان صرف کنید روی اون پست، اینستاگرام میفهمه که این موضوع و این پیج برای شما جذابه. وقتی حتی شما اگه 3 روز 4 روز تو اینستاگرام هم نیاید و بعد از 4 روز اینستاگرامتون رو باز کنید، پست اون پیج تو رتبه بالاتری به شما نمایش داده میشه و اینستاگرام اون رو به عنوان یک پست با اهمیت و اینکه علایق شما هستشون رو برای شما تو رتبه بالا نشون میده تا اینکه بتونید خدمتتون بگم از اون محتوا بیشتر دیدن کنید، زمان بذارید و در نتیجه محتوای شما بیشتر دیده بشه. حالا یک موضوعی رو میخوام بهتون بگم که تصویرسازی بشه این قضیه لایکلیهود. ببینید که اگر یه مدتی یه موضوع مثلا پست‌های موزیک رو دارید لایک میکنید، اکسپلورتون پر میشه از پست‌های موزیک، یا مثلا اگر یه تایمی پست‌های غذا رو دارید لایک میکنید، اکسپلورتون پر میشه پر از پست‌های غذایی. یه سری پیج‌هایی که محتوای غذایی دارن رو اگر دنبال کنید می‌بینید اکسپلورتون یا صفحه هومتون پیج‌هایی که موضوع غذا دارن تو رتبه بالاتری همیشه به شما نمایش داده میشه. این دقیقاً همین قضیه است که اینستاگرام میفهمه علاقتون زیاده به این موضوع و تعامل دارید و به خاطر همین میاد این پست‌ها و این حالا پیج‌ها رو بیشتر به شما نشون میده. یه نتیجه گیری کنیم از این قضیه. اگر شما بتونید مخاطبینتون رو مخاطبین وفادارتری بسازید، به جای اینکه فقط صرفا فالوور باشن و پستاتون رو همینجوری رد کنن برن و واقعا هوادار شما باشن و زمانی که پست میذارید لایک کنن، کامنت بذارن، زمان صرف کنن، حتی شیر کنن، هر چقدر این تعداد بیشتر باشه در نتیجه محتوای شما بیشتر دیده میشه و شانس شما برای دیده شدن بیشتره. پس تا جایی که میتونید هوادار داشته باشید به جای اینکه صرفا یه فالوور و عدد فالوور داشته باشید، که حالا راههای تبدیل فالوور به هوادار هم جلوتر بهتون میگم. فاکتور آخر، ادوریتی یا اعتبار صفحه. همونطور که توی بخش‌های قبلی در مورد اعتبار صفحه و اکشن بلاک اینجا بهتون گفتم، زمانی که شما یه پیجی رو میسازید و حالا یه پیج تو اینستاگرام شروع میکنید به فعالیت، یه اعتبار صفحهش 100 و وقتی خلاف قوانین عمل میکنید، خدمتتون بگم پستای حالا هشتگ‌های نامربوط زیر پستاتون میذارید یا مثلا اکشن بلاک میشید، شادو بن میشید، اینها اعتبار صفحتون رو کم میکنه. وقتی اعتبار صفحتون کم بشه، اینستاگرام محتوای شما رو محتوای کم اهمیتری حالا میسنجه و اون باعث میشه که محتوای شما دیده نشه یا کمتر دیده بشه، رتبه پایینتری دیده بشه. و حالا شاید الان بپرسید اگر اعتبار صفحه اومده پایین چیکار کنیم برگرده مثلا به حالت قبل؟ اگر شما خلاف قوانین اینستاگرام عمل نکنید و خیلی راحت خدمتتون بگم که کامل قوانین اینستاگرام رعایت کنید، هشتگ‌های درست بذارید، محتوای جذاب بذارید، مخاطبین تعامل ایجاد کنه و براشون جذاب باشه، این اعتبار صفحه روز به روز براتون بالا و بالاتر میره. برسیم به مبحث بوم کسب و کار. بوم کسب و کار چیه و حالا به چه دردی میخوره؟ قبل از اینکه بخوام بوم کسب و کار رو براتون توضیح بدم، میخوام یه چند تا زمینه سازی کنم براتون که کامل ذهنتون آماده این قضیه باشه. اول میخوام برسیم ببینیم استارتاپ چی هستن. شاید شنیده باشید میگن استارتاپ های مختلفی وجود داره. استارتاپ کلا یه تیم 2 یا چند نفره است که یه محصول خدمت رو ایجاد میکنن و تلاش میکنن که اون رو رشد بدن. اوکی، این پس میشه استارتاپ. یک نفر نمیتونه یک استارتاپ داشته، باید تیم باشه. یه تیم 2 یا چند نفره که یه محصول رو که قصد یه محصول رو تولید کنن و حالا اون رو رشد بدن، این میشه پس استارتاپ. و این استارتاپ برای اینکه شکل بگیره نیازمند یک MVP داره. MVP چیه؟ MVP حداقل محصول پذیرفتنیه که بشه ازش استفاده کرد، که حالا خلاصه مینیمم وایبل پروداکت هستش که بهش میگن MVP، که الان توی اسلاید بعدی بهتون میگم یه MVP چگونه شکل میگیره. به این عکس خوب دقت کنید. مثلا یه کسی که میخواد ماشین بسازه و هدفش ساخت ماشینه و میخواد محصول نهاییش و رشد یافتش اون اتومبیل باشه، نمیاد اول چرخ بسازه بعد بیاد مثلا 2 تا چرخ بذاره، مثلا 2 تا چرخ بذاره اون 2 تا رو با هم وصل کنه، بعد بیاد مثلا بدنه بسازه و بعد همه اینا رو سر هم کنه بشه ماشین. نه، اینها
مرحله به مرحله باید رشد کنه و اون اولش یه محصولی باشه که بشه ازش استفاده کرد. خب اون چرخ خالی رو که نمیتونی ازش استفاده کنی، محصول قابل استفاده ای نیست. اما اینجا رو نگاه کنید، اولین تصویر یه اسکیته. این اسکیت محصول پذیرفتنی، یعنی الان میتونی ازش استفاده کنی. حالا بخواد رشد پیدا کنه مرحله بعدش میشه چی؟ میشه اسکوتر. یه مقدار پیشرفته تره، میاد بالاتر میشه چی؟ میشه دوچرخه. میاد بالاتر رشد پیدا میکنه میشه موتور و بعد میشه اتومبیل. این روال این که یک محصول برسه به یک محصول نهایی، یعنی اولش باید یه محصول قابل استفاده باشه و بعد باگ‌هاش در بیاد، رفع اشکال بشه، رشد کنه و بعد برسه به اون محصول نهایی. هیچ چیزی از روز اول کامل نیست. حتی خود شما که الان قراره تو اینستاگرام شروع کنید، از روز اول لازم نیست عالی باشید، خیلی چیزا خفن باشید. نه، از روز اول شما شروع میکنید، به مرور عالی میشید. تا وقت اینجوری نیست که عالی باشید بعد شروع کنید، اصلا اینطوری نیست. به مرور کار انجام میدید، پست میذارید، تست میکنید، بررسی میکنید و رفع اشکال میکنید و میرسید به اون محصول نهایی. پس MVP رو کامل درک کردید. MVP میشه حداقل محصول پذیرفتنی که بشه ازش استفاده کرد. حالا بوم کسب و کار. بوم کسب و کار چیه؟ طبق آمارها 98% کسب و کارهای جدید یا همون استارتاپ ها با شکست مواجه میشن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بوم کسب و کار ندارن. حالا برای جلوگیری از این شکست ها راههای متعددی هم وجود داره. مهمترین راهکارش همین بوم کسب و کاره. بوم کسب و کار مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما مثلا یک ورزشکاری هستی، یک کسی هستی که تو میدون المپیک قراره مثلا بری مثلا کشتی، داری کشتی میگیری تو میدون المپیک. مثلا حسن یزدانی کسی که چندین مدال جهانی داره و واقعا تجربه بالایی داره. ببینید باز هم یه همچین فردی وقتی داره تو میدون المپیک کشتی میگیره، یک مربی کنار زمین هست، یه کسی که از بیرون گود داره تو رو نگاه میکنه و تو رو کش میکنه و نقاط تاریک کاری که تو داره انجام میدی و درگیر مسابقه رو بهت میگه. بوم کسب و کار دقیقا همینه. یعنی میاد یه چشمانداز از کسب و کار تو بهت میده توی ورقه کاغذ و نقاط تاریک کسب و کار تو که تا شاید بهش فکر نکنی رو بهت میگه که به این چیزا هست و تو باید بهش توجه کنی. تو کسب و کارتی داری تلاش میکنی، هی میری میای، زمان میذاری، ولی وقتی ندونی چه اتفاقی داره میفته پشت صحنه، مثلا هزینه‌ها چجوری، درآمدت به چه شکلی، اصلا مشتریت کیه، مزیت رقابتی چیه، همینا رو ندونی، هیچ اتفاقی بعد نمیفته و شما هی فقط داری کار میکنی، خسته میشی. ولی اونی که بیرون گود ایستاده، یه کوچ، یه مربی، راحت بهت نقاط ضعفتو میگه و بهت میگه آقا اینجا رو اصلاح کن تو قدم بعدی بتونی پیشرفت کنی. بوم کسب و کار دقیقاً همین کارو برات انجام میده که حالا یه بوم کسب و کار میبینید، میتونید از سایت‌های مختلف دانلود کنید و برای خودتون پرش کنید و بخشای مختلف داره. ولی من نمیخوام روی این براتون توضیح بدم. میخوام یه بوم کسب و کاری که یکی از دوستانم سایت startupforum.ir درست کرده و به نظر من خیلی کامل و جذابتر، ایرانیزه تر هستش، روی این میخوام بهتون توضیح بدم که اگر میخواید بوم کسب و کاری رو بر خودتون بنویسید، بتونید روی اون پر کنید و خدمتتون بگم این به شما کمک میکنه که کسب و کار خفن‌تر و بهتری رو شکل بدید و موفق بشید. حالا میخوایم بخش‌های مختلف رو بررسی کنیم. حالا این نمای شمای کلیشو ببینید. میریم تو اسلاید بعدی دونه دونه صحبت میکنیم که از مشکلات و بعد بخش مشتریان و حالا بخش‌های دیگر رو میتونیم با هم دیگه بریم جلو. شماره 1 مشکلات. چند مشکل مهم که باعث شده شما تصمیم به ساخت یا ارائه اون محصول بگیرید رو باید بنویسید. مثلا شما دارید به خاطر شما میخواید یه شامپوی رو تولید کنید، به خاطر چند تا مشکل تصمیم گرفتید محصول رو بسازید یا اینکه اون محصول رو بخواید بفروشید. خب یکی دیگه ساخته و شما فقط میخواید بفروشیدش. مشکلات چی بوده؟ مثلا مشکل ریزش مو بوده، مشکل سفید شدن مو بوده، مشکل نازک شدن مو بوده و هر مشکل دیگه. پس میای دنبال اون مشکله میگردی که چی باعث میشه که مخاطب تو بیاد از تو محصول تهیه کنه. نمیدونم اگر داری بازی فکری میفروشی، اگر داری نمیدونم خدمت بگم میوه خشک میفروشی، هر چیز دیگه‌ای که داری میفروشی،
مشکل چی بوده؟ چی باعث میشه که مخاطب برای رفع این مشکله بیاد از تو این محصول رو تهیه کنه؟ میای تو این قسمت مینویسی. حالا بخش بعدی مشتریان. مشتریای تو کیا هستن؟ تو لازم نیست به همه بفروشی، تو لازم نیست همه جامعه در بر بگیره. تو اگه قرار باشه به همه بفروشی، به هیچ کس نمیتونی بفروشی. اوکی، این نکته رو حتما دقت کن. پس سعی نکن همه رو راضی نگه داری. اوکی، مشتری تو یه سری افراد خاصن. حالا تو این بخش مثلا میشه افرادی که مشکل ریزش مو دارن، افرادی که مشکل مثلا نازک شدن مو دارن. این میشه یه بخشی از، حالا خدمتتون میگم اگه مثلا فقط مردونه داری شامپوی مردونه میفروشی، آقایونی که مشکل مثلا نازک شدن مو دارن. اوکی، این میشه جامعه هدف تو، مشتریای تو، کسایی که قرار از تو محصول تهیه کنن. توی پس باکس و بخش مشتریان این موارد رو مینویسیم. حالا مورد سوم، ارزش منحصر به فرد. یه مورد خیلی مهم ارزش منحصر به فرد. چرا؟ چون دقیقاً موردیه که مخاطب مجبور میشه یا متقاعد میشه محصول شما رو تهیه کنه. یعنی مخاطب میاد میبینه که خب مثلا این محصول رو این پیجم داره، این پیجم داره، این پیجم، یعنی 3 تا پیج میبینه، هر 3 تا داره، هر 3 تا هم یه جوره. چی باعث میشه که از تو بخره؟ این مزیت رقابتی تو چیه؟ چی باعث شده که تو چه ارزشی ارائه دادی که مخاطب بیاد از تو محصول تهیه کنه؟ که ارزشه رو بعد تو بیوی پیجت هم بنویسی که مخاطب بیاد پیج تو رو فالو کنه. اینو پس دقت کنید. مثلا میای این ارزش رو میذاری رو چی؟ میذاری رو این که فقط مخصوص آقایونه. اوکی، محصول فقط مخصوص آقایونه، برای یک جامعه خاصی میای اون محصول رو تولید میکنی، یه ارزشی ارائه میدی که خب خیلی از پیج‌های مختلف رو دیدید دیگه که میان محصولات مختلف معرفی میکنن و میان محدود میکنن و میگن این فقط برای فلان بخشه، فقط خانم‌های باردار. چی میگم؟ این باعث میشه که منحصر به فرد تر بشه و مخاطبین دیدی میگن ورود آقایان ممنوع، این مخاطب کنجکاوتر میشه که چیه که مثلا فقط برای خانم ماست. این خیلی مهمه تو بحث محتوا گذاریتون و توی بخش بوم کسب و کارتون. حالا برای اون مشکلاتی که نوشتی باید بیای چند تا راه حل بگی. خب راه حلایی که میای مینویسی حالا خیلی مهمه تو بحث ساخت محصول. مثلا یکی از راه حلایی که مثلا طرف ریزش مو داره، مثلا اینه که بره نمیدونم محصول طب سنتی استفاده کنه، گیاه فلان بزنه. یکی از راه حلاش محصول توئه که اگر تو مثلا تولید کننده باشی فقط داری میفروشی، خب از قبل ساخته شده و اون شامپو از قبل فکر شده و راه حل اون مشکله این استفاده از این شامپوه. به چه دلیل؟ میگم جلوتر. برتری مطلقت چیه؟ یا همون خدمتتون بگم مزیت رقابتی اصلی تو چیه؟ چرا من باید این محصول از تو تهیه کنم؟ بزرگترین برتری شما نسبت به سایر رقبا چیه؟ اینجا مخاطب تصمیم میگیره که از تو محصول تهیه کنه. حالا اینا چی میتونه باشه؟ مثلا میخوای به صورت قسطی میدید، یا اشانتیون داری، یا همیشه تخفیف داری، یا مثلا بابت هر خرید نمیدونم یه محصول رایگان در اختیار مخاطب قرار میدی، همون اشانتیون، یا ارسال رایگانه، هر چیز دیگه ای یه برتری مطلق داری. مثلا الان شهر فرش رو نگاه کنی، برتری مطلقش اینه که میگه امروز فرش رو تهیه کن، از 1400 به بعد میتونی پولش رو پرداخت کنی. و یا حالا سرای ایرانی، جای مختلفی که امروز دارن کار مختلف انجام میدن و میگن که مثلا بیا قسطی پرداخت کن، یا مثلا بیا ماهانه بده. به خاطر شرایط جامعه میان یه سری برتری مطلق ها ایجاد میکنن. مثلا رستوران ها الان یک برتری مطلقی که دارن، قبلا مثلا میگفتن که کیفیت ما تبلیغ ماست. خب کیفیت قبلا شاید یه مزیت رقابتی بود، به خاطر اینکه یه رستوران کیفیت نشه، یه رستوران کیفیت داشت. اون کیفیت اون موقع مثلا اوکی بود، ولی امروز تو نمیتونی بگی کیفیت مزیت رقابتیه. کیفیت امروز وظیفه توئه، تو باید کیفیت داشته باشی. خب پس این شعار کیفیت ما تبلیغ ماست کامل اشتباهه دیگه، الان دیگه کاربرد نداره. پس وظیفه تو امروز اینه که کیفیت رو داشته باشی. الان رقابت بین عالی و عالی تره. اوکی،
و مزیت رقابتی مثلا الان اومدن چیکار کردن؟ اومدن پروتکل‌های بهداشتی گذاشتن، نمیدونم دستگاه تبسنج گذاشتن، خیلی چیزهای مختلفی که برای مثلا اون رستوران جذابتر میکنه داستانو برای مخاطب که مشتری‌ها برن سمتش، بگن که خب اینجا بهداشتیه یا مثلا فلان کارا رو انجام میدن، تبسنج دارن و همه اینها باعث میشه مخاطب تصمیم بگیره که کجا بره کجا نره. این پس برتری مطلق رو همیشه در نظر بگیرید و کتاب گاو بنفش رو هم میتونید بخونید که این بهتون کمک میکنه که شما یک مزیت رقابتی خوب بسازید و بتونید متفاوت عمل کنید. جریان درآمدی باید تو این بخش توضیح بدید که نحوه کسب درآمد شما به چه صورتیه. مثلا شما دارید از طریق دریافت پورسانت درآمد کسب میکنید یا دارید نمیدونم حق اشتراک دارید یا نه مستقیم از کل محصول سودش برای شماست. همه اینها رو باید بنویسید که دقیقاً از چه راههایی شما دارید درآمد کسب میکنی و اینها رو بیای کامل تو این بخش بیاری و دیگه نگی که من از اینجا هم درآمد داشتم، من مثلا این محصول رو میفروختم، مثلا اینا هم این بخش درآمدیم بود. نه، از اول باید کامل مشخص بشه که ذهنت آزاد باشه موقع کار کردن. چرا؟ چون تو بخش هزینه ها هم این قضیه دقیقاً باید رعایت بشه که بدونی چقدر پول در میاری و بدونی هزینه هات کجاست. کلیه هزینه‌هایی که برای کسب و کارت وجود داره رو باید بگی، از ارسال کالا، از تبلیغاتت، از نمیدونم خدمت میگم سایت میخوای بزنی، نمیدونم داری لوگو طراحی میکنی، حقوق یه نفر داری میدی، تولید محتوا میخوای هزینه کنی، نمیدونم وسایل تولید محتوا دارید میخره، هر چیزی که وجود داره رو که تو بخش هزینات قرار داره رو میای مینویسی که بعداً کجا تأثیر گذاره. مثلا داری یک محصول قیمت میخوای یه قیمت بذاری بر محصولت و چون هزینه رو نمیده میگه خب من محصول دارم میشن 200 تومن میخرم 100 تومن سودمه، ولی نمیای توجه کنی به اینکه این محصول بسته‌بندیش چقدر هزینه داره، ارسالش چقدر هزینه داره، تمام اینها رو نمیای بسنجی. چرا؟ چون نمیدونی، درگیر کاری، درگیر پول درآوردنی، میگی من فقط بفروشم پول در بیارم و اینا رو نمیبینی و میبینی آخر ماه دخلت با خرجت نمیخونه و هر چی داشتی کار میکردی اصلا چیز نبوده، مثلا هیچ سودی برات نداشته. اما بخش بعدی، سنجای کلیدی. سنجای کلیدی منظور چشمانداز شما برای یه درآمدی که مثلا تو ذهنتونه میخوای برآوردش کنیده. مثلا شما چشماندازتون اینه که تو ماه اول 3 تا کارتون مثلا از محصولتون رو بفروشید، مثلا ماه سوم 20 تا کارتون بفروشید، ماه ششم مثلا 100 تا کارتون بفروشید. خب اینها رو باز میگم کاملا منطقی میشینی فکر میکنی، میگی با توجه به پیج من، شرایط من، کسب و کار من مثلا پتانسیل این دارم که مثلا تا 3 ماه آینده مثلا 100 تا کارتون در روز بفروشم، 100 تا کارتون در ماه بفروشم. میگی یه چشمانداز برای خودت مینویسی و میگی بر اساس اون شما حالا فعالیت میکنی. وقتی یه هدف رو در نظر بگیری میای بر اساس اون برای خودت حالا برنامه میچینی و کار میکنی که جلوتر حالا نحوه هدف گذاری و اینا بهتون میگم، چون این بومی که گفتم یه بوم کلیه. جلوتر بخشای بعدی میخوام در مورد بوم کسب و کار اینستاگرامی صحبت کنیم، یعنی میایم کامل اینستاگرامیش میکنیم داستانو که چجوری بتونی تو اینستاگرام اینو اجرا کنیم. کانال ها، بخش نهم کانال ها، هر گونه راهی که مشتری رو به شما وصل میکنه رو شما باید بنویسید. مثلا شما فقط از اینستاگرام میتونه مخاطب به شما پیام بده، دایرکت اینستاگرام همین، یا تلگرام دارید یا وبسایتی دارید یا واتساپ دارید، همه اینها رو باید شما بنویسید که مخاطب از چه راههایی میتونه با تو در ارتباط بشه، خرید حضوری داری، چه جوریه داستان، همه اینها رو میای مینویسی و برای هر کدوم استراتژی میذاری و اینها رو هم حتما رعایت کنید و بدونید که چه کانال‌های ارتباطی مخاطب با شما داره. حالا برسیم به بحث بوم کسب و کار اینستاگرامی. تیتوار بهتون میگم، دونه دونه جلوتر براتون توضیح میدم. بخش اول معرفی پیج هستش، بخش دوم خدمات یا محصولات هستش، فالوورها و ویژگی‌های آن، مزیت رقابتی، تعهد مشتریان، اهداف اینستاگرامی. این موارد 6 تا موارد اولیه که ما تو بوم کسب و کار اینستاگرامی حالا کامل در موردش صحبت می‌کنیم. اما موارد دیگه هم وجود داره مثل نقاط ضعف و قوت پیجتون و کسب و کارتون یا همون ماتریس SWOT رو یه توضیح براتون میدم. بررسی پیج رقبا خیلی مهمه، قیمت گذاری محصولات خدماتتون، نحوه فروشتون، میزان بودجه‌ای که برای تبلیغات و زمانبندی تبلیغاتتون قرار میدید و تولید محتواتون و در نهایت زمانبندی فعالیتتون توی اینستاگرام که دونه دونه همه رو بهتون توضیح میدم.
اولین موضوع معرفی پیج هستش توی بوم کسب و کار اینستاگرام. شما باید خیلی خوب بتونید پیجتون رو پرزنت کنید. اولین چیزی که تو بحث معرفی پیج مهمه اون نام کاربریه، اون یوزرنیم است، اون چیزی که قرار سرچ بشیده. یوزرنیمتون باید ساده و کوتاه باشه دوستان، ساده و کوتاه. خیلی رو دیدم نقطه میذارن، آندرلاین میذارن، نقطه میذارن، چیزهای مختلف عجیب غریب میذارن، یعنی باید به زور سرچ کرد تا اونها رو پیدا کرد. نام کاربریتون خیلی باید راحت باشه، به قول یکی از دوستان یاد پشت موتوری باشه و بتونید خیلی راحت اون رو مثلا بگید و طرف بشنوه و سریع بنویسه و تمام بشه بره، نه اینکه 2 ساعت براش اسپل کنی دونه دونه بهش بگی که چی بنویسه. مثلا الان پیج من امیر سوشال، خب شاید یه سری تو سوشال نوشتن مشکل داشته باشن، خب ولی اکثرا که حالا تو بحث اینستاگرام فعالیت میکنن و حالا یه مقدار توی اینستاگرام میدونن که آقا همین امیر.سو رو بزنن خب میاره پیج من رو و این خیلی راحت تر و گفتنش هم راحت تره. و یا اینکه تو بخش خدمتتون بگم نیم پروفایلشون میتونن کلمات کلیدی هاشون رو حتما بنویسن، به جای اینکه بیان اسم خودشون رو بنویسن که زیاد معروف نیست، بیان یه سری کلمات کلیدی مرتبط به کسب و کارشون رو بنویسن. مثلا من دارم خدمتتون بگم شال و روسری میفروشم، میام می‌نویسم شال روسری نمیدونم زنانه، خب می‌نویسم کلمات کلیدی استفاده میکنم و می‌نویسم و با توجه به روی این چیزا هم سرچ میشه. یعنی فارسی هم حتی اگه باشه تو قسمت نیم، آیدی پیج نه نیم که حالا تو بخش مقدمه کامل در این مورد صحبت شده، تو اون بخشم اگه بنویسم کسی که سرچ میکنن پیج من رو بهشون نشون میده. صرفا چیزی نباشه که نوشته باشی زمان براش نذاری. ببین خیلی باید روی این قضیه دقت کنی که میخوای وقتی داری پیجتو معرفی میکنی و بیو مینویسی خیلی باید دقت کنی و باید در کمترین زمان بهترین اطلاعاتی که میتونی از خودت بدی رو ارائه کنی. اصطلاحاً بهش میگن روش آسانسوری. فرض کنید با یک فرد معروفی توی آسانسور قرار گرفتی و کلا 15 ثانیه فرصت داری که باهاش صحبت کنی تا میرسی به طبقه مثلا 5 و بعد پیاده بشی. تو این 15 ثانیه تو نمیاد بگی من فلانی هستم، تاریخ تولدم فلانه، مغازم اینجا، اینجوریه اونجوریه. بهترین تعریفی که میتونی از خودت بکنی رو سریع انجام، یعنی جان کلام خودتو میای میگی. خب و به خاطر همین میگم که صرف چیزی نباشه که نوشته باشی، بعد زمان بذاری براش و کسی که میاد بیوت رو میخونه دقیقاً کنجکاو میشه. یکی از دلایلی که باعث میشه پیجت رو ادامه پیجت رو ببینه و بررسی کنه و بدونه چی کاره. من تو خیلی از پیجا میرم بررسی میکنم میبینم اصلا معلوم نیست چی میفروشن چی کارن. بیو یه چیزی نوشته، مثلا بیو در مورد اکسسوریای مثلا خدمتتون بگم زنونه و مردونه است، میای تو پیج همه چی هست الا اکسسوری، غذا میذاره، اصلا یه چیز عجیب غریب. اصلا بیو با محتوای پیج خانش نداره. اینجوری نباشه. بیوتون باید جان کلام کسب و کارتون بشه و وقتی یکی پیجتون رو بیو پیجتون رو میخونه بفهمه کسب و کارتون چیه، جان کلامش چیه، چی دارید میگید، اون حرف اصلیه چیه. یعنی کامل تو بیو اینو متوجه بشه که در مورد بیو کامل من تو دوره مقدماتی توضیح دادم بهتون و امیدوارم که پیجتون واقعا از این لحاظ هیچ مشکلی نداشته باشه و بدونید که یه بیو خیلی خفن و جذاب بنویسید بر پیجتون. اگر محصولی میفروشید 2 سوال خیلی مهم باید جواب بدید که چرا باید پیج تو رو فالو کنه و چرا باید از محصول تو تهیه کنه. اگر خدماتی داری دوباره همین چرا باید تو رو فالو کنه، چرا باید از خدمات تو استفاده کنه. و اگر داری آموزش میدی چرا باید تو رو دنبال کنه و چرا باید بیاد آموزش های تو رو ببینه. این دلیل های رو باید توی بیوت بیاری و ایناست که باعث میشه تو توی اینستاگرام موفق بشی. مورد بعدی بحث خدمات یا محصولات ما هستش تو اینستاگرام. ببینید تمام محصولات و خدماتی که دارید رو میایید می‌نویسید. چه خدماتی ارائه میکنید رو کامل ذکر میکنید. اگه محصول دارید چند تا محصول دارید، چه محصولاتی دارید، همه رو میای ریز به ریز مینویسی. از محصول اصلی، محصول مکمل، نمیدونم همه چیز رو میای مینویسی. یه موقع مثلا داری تو میگی من پک محصول فلان دارم، میای کامل اینا رو مینویسی. به چه دردی میخوره بهت میگم الان. توی بیزینس ما یه کراس سلینگ داریم، یه آپ سلینگ. کراس سلینگ چی میشه؟ میشه زمانی که شما یه محصول رو میخرید کنارش اون محصول رو هم مثلا یه محصول همرده اون و هم قیمت اون هم
اون رو هم مثلا میای تهیه میکنی. اما آپسلینگ محصولیه که مثلا شما مثلا داری 100,000 تومان پول میدی، آپش مثلا یه محصول 2 میلیون تومانیه. مثالش میشه این که مثلا خانوما میرن مثلا سالن‌های زیبایی، طرف واسه لاک رفته و میخواد مثلا لاک بزنه، لاکو مثلا استفاده میکنه، کراسش میشه چی؟ کراسش میشه مثلا میگه میخوای یه طرح مثلا ساده روش بزنم، این میشه کراسش، یعنی میاد یه چیز کوچیک کنارش اضافه میکنه. اما مثلا میگه مثلا میخوای پارافین تراپی هم کنم، این مثلا میشه آپش، یعنی یه خدمات اضافه تر میگیره با هزینه بیشتر. اما بخوام یه مثال دیگه برات بزنم که مثلا کلا جان کلامو درک کنی، این که فرض کن رفتی یه مغازه، میگی من میخوام سیگار بخرم، کنار سیگار بهت فندک هم میفروشه صاحب مغازه، این میشه کراس محصول تو، یعنی کنار اون سیگاره بهت فندک هم فروخته. اما آپش میشه چی؟ تو رفتی سیگار بخری به تریاک فروخته، اون میشه آپش. اوکی، امیدوارم که این قضیه رو کامل درک کرده باشی. حالا یه مثال دیگه بخوام بزنم، مثلا رفتی شامپوی معمولی این مثلا صدر صحت بخری، بعد کنارش بهت یه نرم کننده مثلا صحت هم فروخته، این میشه کراسش. اما آپش میشه چی؟ میشه شامپوی خارجی گرون قیمت تر. میگه که ببین به جای اینکه مثلا این شامپو رو استفاده کنی یه بار، مثلا یه روز از این بزن، ولی مثلا هفته 3 بار داری ماهتو میشوری، یه روز از این استفاده، 2 روز از اون استفاده کن. خب میاد این آپ محصولش هم میگیره. این پس به خاطر همینه که میگیم که محصول خدماتتون رو ریز بنویسید که بدونید کدوم محصولتون کراس اون محصول دیگه است، کدوم آپشه، و اینجوری خیلی راحت‌تر میتونید پرزنت کنید محصولتون رو و به مخاطبینتون موقع حالا تو دایرکت، توی حالا جای مختلف که داری با مخاطبت صحبت میکنی، بتونی دغدغه‌اش رو رفع کنی و بهش محصول پیشنهاد کنی و در نتیجه بتونی فروش بیشتری داشته باشی که یه بار بهش نفروشی، چندین بار بتونی بهش بفروشی. بخش سوم از بوم کسب و کار اینستاگرامی بخش فالوورها و ویژگی‌های اونها هستش. ببینید دوستان، ما اگه بخوایم به همه خدمت بدیم، تازه بهتون گفتم، یا بخوایم به همه محصول بفروشیم، به هیچ کس نمیتونیم خدمت بدیم و به هیچ کس نمیتونیم محصول بفروشیم. اوکی، این کتاب 22 قانون ابدی الریس رو حتما بخونید، یه کتاب فوق العاده است، یعنی بی‌نظیره تو این قضیه. و حالا اگر تونستم این کتاب رو براتون تهیه میکنم و براتون تو دوره قرار میدم، ولی منتظر من نباشید، حتما خودتون تهیه کنید. از هم توی اپلیکیشن فیدیبو و جای مختلف میتونید به صورت حالا مجازی اون کتاب رو تهیه کنید، میتونید فیزیکیش هم برید تهیه کنید. توی سایت های مختلف هست، انتشارات مختلف هم میتونید توی اینترنت سرچ کنید و ازش استفاده کنید. پس سعی نکنید همه رو به همه بگید من به همه میخوام بفروشم، نه همه باید از محصولات من استفاده کنن، نه. تو وظیفت اینه که به نسبت محصولت به یه جامعه خاصی محصول بفروشی. خب ما اینم بدونید که ما تو اینستاگرام نیومدیم صرفا فالوورمون بره بالا، ما اومدیم اینجا پول در بیاریم، برای رضای خدا اینجا نیومدیم کار کنیم. اگر امروز داری محتوایی تولید میکنی، اگه داری زمان میذاری، اگه داری مشاوره میدی، در نهایتش اینه که تو قراره پول در بیاری تو اینستاگرام. خب چیز نداری که، نظر نداری که تو اینستاگرام اطلاعات رایگان به مخاطبینت بدی. خب کسی که میخواد منو فالو کنه، اینو باید در نظر بگیرید که اگر پیجی رو دارید میزنید توی حالا کسب و کارتون دارید بررسی میکنید، بعد اینو بدونید کسی که میخواد شما رو فالو کنه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه. خب دقیقاً باید یه تعریف درست از مخاطبت بدونی. راحت‌تر بگم، فرض کن شما کسی هستی که من میخوام در مورد جامعه هدفم صحبت کنم. دیدید که توی گذشته مثلا ما میخواستیم توی مدارس، همه دیگه خدا رو شکر تقلب کردن دیگه، یکی میگه من تقلب نکردم، یا تقلب داده یا تقلب گرفته دیگه، دو حالت بیشتر نره. اینجوری نیست که هیچ کس تقلب نکرده باشه. مثلا همیشه یه کاغذ کوچیک، خود من اینجوری بودم، یه کاغذ کوچیک تو جیبم بود، مثلا نگاه میکردم بعد میومدم مینوشتم. ببین وقتی میخوای در مورد مخاطبین هدفت صحبت کنی، مخاطبت رو، اون مخاطب هدف بذار تو جیبت و بیا نگاه کن، به من توضیح بده، بگو چه ویژگی هایی داره. مخاطب من کیه؟ آقاییه که مثلا آقایونی هستن که از 30 سال تا 45 سال سنشونه، نمیدونم بیشترین تایمی که میگذرونن تو اینستاگرام برای پست‌های مثلا حالا مذهبیه، خیلی چیزای دقیق و ریز از مخاطبینت بیان میکنی و ویژگی‌های مخاطبینت رو بررسی میکنی و این باعث میشه که تو بدونی مخاطب چه ویژگی‌هایی داره، چه دغدغه‌ای داره و همونو براش رفع کنی و بهش محصولت رو بفروشی. رفتار اینستاگرام مخاطبت رو باید بهش توجه کنی که مخاطب تو اینستاگرام چه واکنشایی به چه محتوایی داره.
بری مثلا پستایی که زیرش کامنت میذاره، مثلا توی پستای پیج مختلف که فالوور زیادی دارن، برو ببین که مثلا این مخاطبه که الان مثلا داره کامنت میذاره چه ویژگی داره، میری برو پیجش رو ببین اگه پیجش بازه مثلا برو پستاشو ببین تو چه فازیه، رفتار مخاطب رو بیا چک کن و اینا رو بیا بسنج، ببین مخاطب تو دغدغش چیه، درگیریش چیه و بیا به خاطر همون قضیه محتوات رو تو همون مسیر ببر. پس خیلی مهمه به فالوورات و ویژگی هایی که اونها دارن توجه کنید که بتونی دقیقاً بدونی برای چه کسی میخوای محتوا تولید کنی و از این فازم کلا بیرون بیا که بخوای برای همه توضیح بدی. نه. مورد بعدی، مزیت رقابتی. خیلی مهمه. من به نظر من مهمترین چیزی مزیت رقابتی است. باید تو مزیت رقابتی مشخص باشه. مزیت رقابتی تو همونطوری گفتم کتاب گاو بنفش رو حتما برو بخون، فوق العاده به دردت میخوره و این رو باید بدونه مخاطبی که میاد تو پیج تو، باید بدونه ارزش پیشنهادی مزیت رقابتی منحصر به فرد تو چیه، تو چی داری برای من که متفاوت میشه از بقیه. اوکی، تو اینستاگرام بچرخ، خودت رو چک کن، بگو که مثلا من اگه 5 تا پیج ببینم از کدوم خرید میکنم، برو پیج‌های مختلف بررسی کن، دلیل این که تو به اون پیج اعتماد میکنی و میخوای بهش محصول سفارش بدی چیه. اون میشه مزیت رقابتی اون پیج. مزیت رقابتی پیج‌های رقبات رو بررسی کن، ببین چی کار دارن انجام میدن و همونها رو بیا بررسی کن و بیا رو اونها کار کن، نقاط ضعف اونها رو بررسی کن و بیا همون بشه نقاط قوت تو و بشه مزیت رقابتی تو. اوکی، پس اینو خیلی روش دقت، تا جایی که میتونید زمان بذارید روی این قضیه مزیت رقابتی. مورد بعدی تعهد به مشتریانه. ببینید هر کسی به نسبت به مشتریاش، به فالووراش یه تعهدی داره و اون تعهده در ازای یه چیزیه دیگه. مثلا من تعهدم به مشتریم اینه که جواب کامنتاشو بدم، دایرکتاشو بدم و شاید مثلا خیلی‌ها بگن نه حالا شما، البته مردم اینجا به دو دسته تقسیم میشه. یه سری میگن که خب وظیفتون که نیستش که مثلا بخوای هی به ما زمان بذاری، برای ما تایم بذاری، شما هم بالاخره کار داری، زندگی داری. یه سری اینا میگن، یه سری میگن نه باید تو جواب بدی، اصلا چه وظیفه‌ای داری جواب ندی، یعنی توقع بیش از حد داره. خب ولی خب ما کلا تو اینستاگرام اگه قرار درآمد کسب کنی اینو باید بدونی، بتونی در کمترین زمان جواب کامنتاشون و دایرکتاشون، تو زمانی که فالوور پیجت کمه رو بتونی اونها رو بدی تا اونها رو طرفدار خودت کنی. یکی از رازهایی که فالوورت به طرفدار تبدیل میشه همینه که تو دایرکت با راحت جوابشو به خودمونی جوابشو بدی، وایس بدی بهش، خدمت بگم کامنت گذاشت براش ریپلای کنی، لایکش کنی، خیلی تحویلش بگیره. ببین چی میگم؟ اینها باعث میشه که مخاطب روز به روز به تو وفادارتر بشه و عاشق تیپ شخصیتی تو بشه و به خاطر اون باشه که بیاد از تو محصول میخره. چون در نهایت هر چی هم باشه تهش به خاطر توئه که میاد از تو خدمات میگیره و محصول میگیره. و اینم دقت کن تو بحث تعهد مشتریان، اگر به وظایفمون درست عمل کنیم همون میشه دلیل تبلیغ ما. مثلا بوده دیگه، طرف میگفتش که ببین اگر پیجت مثلا یه اتفاق افتاد به فلانی پیام بده، زیر 10 دقیقه مثلا پیجت رو درست میکنه. یا اگه میخوای محصولی بفروشی، میخوای محصول بخری، این پیج اگه میبینی فالوور زیاد دارن جواب نمیدن، این پیج جواب بده، محصولش با کیفیت تره، زودتر هم به تو جواب میده، ارسالش هم زودتره. میدونی چی میگم؟ وقتی توی تعهدی داری و ادعا کردی، گفتی آقا من زیر 24 ساعت محصول به دستت میرسونم، باید روی این تعهدت وایسی. نمیتونی یه تعهدی بدی بعدش بگی کنسلش کنی. نمیتونی مثلا من به خاطر اینکه مثلا فالوور الان سرم شلوغ شد اون تعهد دیگه انجام ندم. خب شاید مثلا به خاطر اینکه فالوورات زیاد شده، نمیدونم افراد بیشتری درگیرت شدن، سایز بازارت بزرگتر شده، بیا یه تعهد بیشتر بدی. خب ولی نمیتونی تعهدتو قطع کنی. اگر تو امروز گفتی ارسال رایگان و شده همین ارسال رایگان یک مزیت رقابتی برای تو و جزء تعهدت به مشتری و زیر 24 ساعت داری محصول به دست مشتری میرسونی، نشه یه روز دیگه آقا دیگه محصول دیگه ارسال رایگان ندارم. ببین این کار خیلی بده. تعهد دادی تا آخرش وایسا و همینجور ادامه بده تا جایی که میتونی یه سری تعهدای خیلی بهتر و خفن‌تر اضافه کن، چون این تعهدها یه جوری میتونه خدمت بگم بشه دلیلی بر تبلیغ تو و همین باعث میشه که مزیت رقابتی تو شکل بگیره.
مورد بعدی اهداف اینستاگرامی. ببینید تو اینستاگرام اول از همه این هدف تو خیلی مهمه که تو اینستاگرام چه هدفی رو دنبال میکنی. اهداف اینستاگرامی تو چیه؟ باید هدف تو ریس کنی، اسمارتش کنی. اسمارت کردن هدف، اسمارت کلا این هوشمند. خب اما اسمارت خلاصه چند تا کلمه است، یعنی اسش، امش، ایش، آرش و تیش هر کدوم جداگانه یک توضیح داره که من به صورت خلاصه بخوام بهت بگم. مثلا اس اسمارت میشه خاص بودن، اسپسیفیک، خاص بودن. خب هدف تو باید خاص باشه. مثلا یه نفر میگه هدفت چی؟ میگه دوستان پولدار شم، یعنی بری توی اتاق پر پول تمومه، به هدفت رسیدی؟ نه، هدف تو باید خاص باشه. یعنی باید وقتی که چشتو میبندی یه فیلم چند ثانیه‌ای از هدفت داشته باشی. مثال بزنم برات، مثلا یکی میگه من هدفم اینه که خونه خدمتت بگم که 50 متری مثلا فلانجا اینجوری اونجوری، ویژگیاشو میگه. خب کامل بررسی میکنه، یعنی از کجا اتاق خوابش چه شکلیه، نمیدونم راپلش چجوریه، همه اینها رو بررسی میکنه. میگن یا تو به یه هدفت میرسی و اون رو بهش دست پیدا میکنی، پیداش میکنی، یا اون رو میسازی. خب تو هر چیزی که تو ذهنت رو حتی اگه وجودم نداشته میتونی بسازیش. خب خیلی مهمه. پس باید خاص باشه، یعنی وقتی چشتو بستی بگی که خب از اینجا میرم تو خونه، این دست راست اینجوریه، پله داره، اون اتاق خوابشه فلانه. کامل خاص بررسی میکنی. تو اینستاگرام هم همین جوریه، یعنی کامل بهت بر خودت بررسی میکنی. میگی آقا من روزی اینقدر پست میذارم، اینجوریه، این کار انجام میدم و اینقدر محتوا مثلا در مورد این قضیه تولید میکنم. کامل هدفتو مشخص میکنه و در نهایت مثلا من میخوام مای اینقدر فروش داشته باشم، به ازای اینقدر فروش نمیدونم اینقدر تبلیغات کنم. کامل برای خودت میای یه سناریو مینویسی. ام اسمارت چیه؟ میجربل، قابل اندازه‌گیری باید باشه هدفت. خب اینجوری نباشه که مثلا آره هیچ عدد و هیچ سایزی نداشته باشه. خب وقتی مثلا میخوای یه خونه بگی، خونه خب چند متری باشه. پول میخوای در بیاری، میخوای ماهی مثلا میخوای فروش داشته باشی تو اینستاگرام، فروش چقدر در ماه، عدد باید بگی، باید قابل اندازه‌گیری باشه، عددش مشخص باشه. اینم خیلی دقت کنید که عدد حالا تارگتتون، هدفاتون رو مشخص کنید. مورد بعدی کلمه A هستش. A چیه؟ achievable. یعنی چی؟ یعنی دستیافتنی باشه. هدفتون باید دستیافتنی باشه، یعنی غیر منطقی به قضیه نگاه نکنید. پیج اینستاگرام زدی، آره من مثلا 20 آبان پیج رو زدی، میگی 30 آبان میخوام 500 میلیون بفروشم. این دستیافتنی نیست. چرا میگیم دستیافتنی باشه؟ چون تو رو زده. وقتی تو به هدف نرسی و هدف میگن سنگ بزرگ گرفتم نشانه نزدنه، دقیقاً همینه. تو وقتی یه هدف خیلی بزرگ میگیری و در نظر میگیری نمیتونی اون رو انجام بدی و دل سردت میکنه و از ادامه مسیر خسته میشی تو اینستاگرام و میگه ای بابا نشد. خب این ای بابا نشدها بابت اینه که تو سنگ بزرگ گرفتی، هدف بزرگ بر خودت گرفتی. باید هدفهای کوچیک کوچیک در نظر بگیری، مثل یه راپله رو در نظر بگیری که داری راپله رو میری بالا، 5 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا پله که میری یه پاگرد داره، دوباره تنفس، دوباره بالا. دقیقاً هدفام همین جوریه. هدفهای کوچیک کوچیک انتخاب کن تا برسی به هدف بزرگت. این پاگردها اون جاییه که تو به یه هدف میرسی، یک انرژی مثبت میگیری، ولی خودت مغرور نمیشی، نمیگی که تموم شد دیگه، از اینجا به بعد من تمام هدفام رسیدم. نه، هدفهای کوچیک کوچیک انتخاب میکنی تا به هدف بزرگت برسی. هدفات هم معمولا حالا کوتاه مدت داره، بلند مدت داره، هفتگی، ماهانه، نمیدونم سالانه، ولی خب بهترین هدفی که الان تو میتونی بر خودت در نظر بگیری با شرایط کنونی اینه که هدف 45 روزه بر خودت داشته باشی و بعدش مثلا 6 ماهش کنی و بعد 1 سالش کنی و اینها خدمت بگم دستیافتنی تر میشه برای تو. حالا مورد بعدی تو بحث اسمارت کلمه آره. خب آر چیه؟ آر ریالیه، یعنی واقع بینانه باید باشه. هدف تو باید واقع بینانه باشه، یعنی نیای یه چیز غیر ممکن رو بخوای بهش فکر کنی و اصلا نشدنی باشه. باید واقع بینانه به قضیه بنگری و خدمت بگم که سنگ بزرگ دوباره بر نداری. کامل به نسبت پیجت، به نسبت کاری که داری انجام میدی و شرایط رو درک کنی و برای خودت هدف بنویسی.
و آخرین موردم که خیلی مهمه اون بحث تایم باونده که گفتم یه تایمی رو براش در نظر بگیر، 1 سال، 1 هفته، 1 ماهه، خدمت بگم 3 ماهه، اینا همه رو میتونی در نظر بگیر تو تایم باند، توی محدوده زمانی که بتونی به اون هدفت برسی و متناسب با اون اهدافی که داری میای یه گزارش میگیری. مثلا توی یه هفته تو هدف گذاشتی به این عدده برسی، میای بررسی میکنی، اگه بیشتر زدی بررسی میکنی چی شد که بیشتر شد، اگه کمتر زدی بررسی کن نقاط ضعفت کجا بود، چی شد که من این موضوع برام پیش شد، چی شد که باعث شد من با هدفم نرسم، بیا حلش کن، دل سرد نشو و این قدم‌های کوچیک هفته به هفته میتونی حلش کنی و برسی به اون جایی که میتونی. که حالا من یه برنامه 110 شبه برات در نظر گرفتم که توی 110 شب اگر تو مداوم فعالیت کنی و محتوایی که حالا تو بحث ایده تولید محتوا جلوتر بهت میگم بتونی یه پیج بوم بسازی و از اونجا دیگه استارتمون درآمد خفنه رو میبینی. شاید الان بگی 110 شب باید پست بزنم بعد درآمد، نه، بعد از 110 شب بی منطق درآمد داری. اونجوری که من بهت میگم انجام بدی و خدمت بگم راههایی که بهت گفته میشه، ایدهایی که بهت داده میشه اجرا کنی، بی منطق اون موقع درآمد داری. اینو من بهت قول میدم چون بارها دیدم، پیج هایی دیدم که مثلا رو مثلا دو هفته پست گذاشته، 14 تا پست گذاشته، یهو ترکیده پیجش و من یه تارگت 110 شب در نظر گرفتم که دل سرد نشی و حتی مغرورم نشی توی این مسیر. مغرور نشی که مثلا آقا من تموم شد 10 کا روزی 2 کا دارم فالوور میگم، نه، خیلی با اصالت و خیلی پله به پله کسب و کارت بذار بزرگ شه بزرگتر و بتونی یه بیزینس خیلی خفن‌تر برای خودت داشته باشی و بتونی پول خفن‌تر در بیاری. که تو نیومدی برای 2 میلیون 3 میلیون، تو نیومدی برای 5 میلیون. اگه برای 5 میلیون 6 میلیون اومدی تو اینستاگرام بیرون کارگری میکردی دیگه. سختی بیرون کارگری به نظر من راحت‌تر از اینستاگرامه. خب سختی این سیستم سختی‌های خاص خودش رو داره هر کاری، ولی اگه برای 2-3 تومن اومدی واقعا جواب نمیده. اینجا خیلی باید فراتر فکر کنی، برو بالای 100 میلیون، برو بالای 200 میلیون، یعنی بستر خیلی بزرگیه. نیومدی کارمندی اینستاگرامو نیومدی بکنی، کارگری اینستاگرامو نیومدی بکنی، اومدی بزرگ برداری یک بار برای همیشه. اوکی، بریم ادامه بحث، برسیم به بحث بوم کسب و کار اینستاگرامی، بخش SWOT یا نقاط ضعف و قوت کسب و کارت. ببینید تو این ماتریس SWOT حالا یک توضیح کوتاه میدم بهتون تا قشنگ دستت بیاد که چی کار میکنه این داستان. توی کسب و کار تو پیج تو یه سری نقاط ضعف داری، یه سری نقاط قوت داری و یه سری فرصت هست، یه سری تهدیده که با توجه به نقاط ضعف و قوت شکل میگیره. خب حالا میخوام مثال بزنیم، نمونه‌ای از نقاط ضعف و قوتی که تو کسب و کار شما هست که مربوط میشه به شرایط داخلی کسب و کارتون، مربوط میشه به داخل بیزینستون، به داخل این فعالیتی که دارید انجام میدید، به پیجتون، به شرایطی که مثلا مربوط به بیزینس توئه. خب مثال میزنم، مثلا شما نقدینگی بالایی نداری یا نقدینگیتون پایینه، بالا میشه قوت، پایین میشه نقاط ضعفت. و مثلا دسترسی خیلی زیادی به اطلاعات تخصصی نداری، خب یا دسترسی داری، اینا هی نقاط ضعف و قوت. مثاله که تو ذهنیت اوکی بشه، متناسب با کسب و کار خودت بخوای اون رو بررسی کنی. یا مثلا سهم بالا یا پایین هزینه منابع انسانی در هزینه‌های کسب و کار، مثلا به خاطر اینکه هزینه‌های نیرو انسانی زیاده توی کارت یا مثلا چیزهای مختلف، این هزینه‌های زیاد باعث میشه که مثلا یه نقطه ضعف برای تو که چون هزینه نمیتونی بکنی نمیتونی نیرو انسانی بیشتری داشته باشی. یا نقطه قوت تو اینه که مثلا درآمد داری، میتونی آدمای بیشتری رو استخدام کنی. اینها میشه پس مورد بعدی. یا انگیزه بالا یا پایین نیروی کاری خودت یا خودت اصلا. خب انگیزت کم، انگیزت خیلی زیاده، این نقطه قوت توئه که خفن‌تر از همه پیجا میری جلو، خیلی محکم‌تر، خیلی با اراده‌تر، خیلی با انگیزه‌تر دنبال اینه که بتونید روز به روز درآمدتو بیشتر کنی. دوباره داخل پرانتز در مورد انگیزه بگم، ببینید دنبال این نباشید که یکی بهتون انگیزه بده، دنبال این نباشید که یکی از بیرون بیاد بگه بیا این پستو ببین حالت خوب شه، بیا من 4 کلم باهات صحبت کنم حالت خوب شه. بزرگترین و اصلی ترین چیزی که میتونه به تو انگیزه بده به نظر من هدف‌هاییه که تو میخوای بهشون برسی. تو اگه تو به این فکر کنی، یک لحظه به این فکر کنی که
برای چی اومدی تو اینستاگرام و برای چی اومدی درآمد کسب کنی و برای چی داری امروز زمان میذاری و قراره به چه هدفایی برسی، اونها بهترین انگیزه است برای اینکه تو ادامه مسیر رو بری. چون اگر امروز این راه رو نری، مطمئن باش کسی که تو اینستاگرام به جایی نمیرسه هیچ جا به هیچ جایی نمیرسه. خب واقعیتی که وجود داره امروز تو اینستاگرام، وقتی فضا انقدر مناسبه، وقتی نتونی این فرصت به این زیبایی، به این عالی رو نتونی به دست بیاری، 2 روز دیگه چیکار میخوای بکنی؟ بری بیرون بگی چی؟ بگی من تو اینستاگرام نتونستم کار کنم؟ ببین مثلا بگی که من اومدم یک شرکت خفن بزنم. ببین اینستاگرام خیلی جذابه، خیلی فرصت فوق العاده ایه. واقعا کسی که اینجا نتونه اتفاقی برای خودش رقم بزنه هیچ جا نمیتونه. پس بزرگترین انگیزه تو هدفاته، بزرگترین انگیزه تو اون به نظرم یه راحت‌تر بهت بگم، عقده های بچگیته، عقده هایی که داری دوست داشتی بهش برسی، عقده هایی که خیلی ها داشتن، هی تو با حسرت نگاه کردی، تو اکسپلور اینستاگرام چرخیدی، فلانی رو دیدی، فلان کار که ماشین فلانی، گوشی فلانه. اینها به نظرم بزرگترین انگیزه است. پست تو لایک نخورد، کامنت نخورد، نمیدونم ندیدن، اینا نباید تو رو دل سرد کنه. کسی میبره که ثابت قدم باشه تو اینستاگرام، کسی میبره که تداوم داشته، استمرار توی مسیره. تو رو نباید سرد کنه. اگه قرار بود سرد بشیم، ما خدمتتون بگم که آدمایی که تو 20 تا 30 تا پست میذارن و هیچ کی نمیبینه دل سرد میشه. ولی وقتی شما تداوم داری، هی هر شب پست میذاری، پست تو روز به روز بهتر میکنی، مخاطبین میفهمن که نه، تو یه آدمی هستی که واقعا این کاری نیومدی 2 تا پست بذاری بری، نیومدی 2 تا محصول بفروشی بری. این تداوم تو، این تعداد پست‌های تو خودش میتونه باعث بشه که راحت‌تر به تو اعتماد کنن و از تو خدمات بگیرن، از تو محصول بخرن. اوکی. یا مورد بعدی تو بحث نقاط ضعف و قوت، کیفیت بالا یا پایین محصولاته. آقا من به دلیل اینکه محصولم خیلی کیفیت داره، این یه نقطه قوت واسه من برای اینکه بیشتر بفروشم. من محصولم چون کیفیت جذابی نره، بسته‌بندی جذابی نه، نقطه ضعف منه. خب این نقطه ضعف من یه تهدیدیه که من نتونم محصول خودم رو بفروشم و به خاطر این تهدیده میام چیکار می‌کنم؟ راهکار قرار میدم. آقا من باید درستش کنم، بسته‌بندیشو بهتر کنم. یا دسترسی و عدم دسترسی به شبکه توزیع قدرتمند. مثلا تو محصولات میخوای با پست مجبوری ارسال کنی، به خاطر هزینه ارسال و اینا مجبوری که مثلا به اینها بدی، یا مثلا سرمایه نداری مجبوری به اینها تکیه کنی، به چیز خیلی ضعیف، ولی خب سرمایه داری، به یک سیستم توزیع قدرتمند داری، خودت اصلا یه سیستم توزیع تشکیل دادی که به سریع‌ترین حالت ممکن محصول تو به دست مخاطبین برسونی. اینها میشه نقاط ضعف و قوت تو توی بحث کسب و کار. اما میخوایم بریم سراغ فرصت ها و تهدیدها. اوتی فرصت ها و تهدیدها برمیگرده به محیط کسب و کار، یعنی خارج از کسب و کارته. حالا میتونه موارد، نمونه‌اش چیه؟ نوسان نرخ ارز. آقا دلار داره بالا پایین میشه، نمیدونم ریال ارزشش کمتر میشه. اینها میتونه بر تو یا فرصتی یا تهدید دیگه. به نظر من هر موضوعی که توی جامعه ما شکل میگیره، شما باید به چشم یه فرصت در نظر بگیری. خب واقعیتی که وجود داره امروز، خیلی ها با آمدن کرونا گفتن وای بدبخت شدیم و فلان و کسب و کار ما رو از بین برد، ولی یه فرصت خیلی بزرگ بود واسه کسایی که تا الان تغییر نکردن و اومدن امروز تغییر کردن و کسب و کارشون رو بروز کردن و چه فروش‌های خفنی دارن، چه فروش‌های خفنی دارن. یعنی طرف، من میشناسم آدم مانتو میفروخت مثلا در ماه 40 میلیون میفروخت، ولی این کرونا باعث شد کسب و کار سنتیش، فیزیکی، مغازه فیزیکیش بسته شه، ولی تو اینستاگرام وقتی محصول خودش رو به ارائه داد و تونست خدمت بگم که آدمای زیادی ببینن، باعث شد که مثلا روی 2-3 روز یه بار 40 میلیون بفروشه. خب عدد عجیب غریبه. دلیل دارم. دلیلش اینه که ببین تو وقتی یه کسب و کار سنتی داری، یه مغازه‌ای داری، یک جایی داری که مثلا بهترین جای تهران هم باشه، نهایت چند نفر مثلا میخوان بیان اونجا؟ 5000 نفر، 10000 نفر، چقدر آدم میخواد ببینه؟ ولی یه پست تو اینستاگرام میذاره مثلا طرف 100000 نفر میبینن. کجا میتونی تو 100000 نفر خدمات تو بهش نشون بدی؟ این یعنی فرصت، این یعنی بهترین فرصت. یا ثبات یا عدم ثبات قوانین حوزه کسب و کار. یه سری قوانین هست، مثلا دولت میاد میگه آقا اینجوری این محصولات دیگه نمیشه توی مثلا اینستاگرام فروخت، این محصولات مثلا اینترنتیش ممنوعه. یه سری قوانین مثلا میاد وضع میکنه و دوباره قطع میگه، که نه، میگن آقا این قوانین دیگه ثابت، تغییر نمیکنه. اینا مثلا دوباره بحث فرصت و تهدید. یا
تقویت یا تضعیف رابطه کشور با سایر کشورها. مثلا میایم ما کلا با همه ارتباطامون قطع میکنیم و میگیم که آقا من خودم میخوام رو پای خودم وایسم. واسه یه سری تهدید، واسه یه سری فرصت. میگه خب الان که محصول از خارج نیمه بهترین وقته که من محصول خودم و ایده خودم رو اجرا کنم بتونم از توش پول در بیارم. خب واقعیتی که وجود داره، یه سری ایده همین که الان دارم بهت میگم، یه سری ایده خفن من دارم که به خاطر همین که ما تحریمیم و یه سری محصولات رو، یه سری خدمات نمیتونیم از اونور بگیریم و به دلیل حالا افزایش نرخ ارز و حالا گرونیای اینا گرون میفته، میتونیم با همین ایرانیزه کردن داستان چه پولی تو اینستاگرام در بیاریم. خب همش برمیگرده به تو، همش برمیگرده به فکر تو. یا تصمیمات داخلی کشور برای شبکه‌های اجتماعی و مثل فیلترینگ یا حمایت از اون. مثلا میاد امروز میگن آقا اینستاگرام فیلتر میشه، یه روز میگن نه ما فیلتر نمی‌کنیم، یه روز میگن مثلا خدمت بگم که میگن که مثلا شبکه اجتماعی روبیکا هست، یه روز میگن که مثلا نه نیست، یه روز میان یکی رو بزرگ، یه روز میان یکی رو قطعش میکنن. اینها فرصت و تهدیده برای کسب و کار تو، مربوط به محیط کسب و کار تو میشه. امیدوارم که این قضیه رو کامل دیگه متوجه شده باشید که SWOT یا نقاط ضعف و قوت و فرصت تهدید کسب و کار تو چی هستش. اما مورد بعدی بررسی پیج رقبا. ببینید وقتی شما کوچیکی تازه شروع کردید، باید از رهبرهای بازار، کسایی که کله گندن بزرگن، بری ازشون کپی کنی. خب قشنگ کپی کن، نمونه خارجی هستن برو ببین کپی کن، برو تو یوتیوب بگرد کپی کن، تو اینستاگرام بگرد هشتگ ها رو سرچ کن کپی کن. دانشگاه یوتیوب رو از دست ندید، بهترین دانشگاه به نظر من. شما میتونید هر چیزی رو اونجا سرچ کنید، چه انگلیسی چه فارسی، و از اونجا ایده بگیرید و بتونید حتی از همونا رو، مثلا انگلیسی طرف خارجی گذاشته، خدا رو شکر این ترنسلیت یوتیوب هم که هست، میتونید فارسی زیرنویس بزنید همونو بیارید خودتون شخصی سازیش کنید، به جلوی دوربین بگید و بتونید یه چیز عجیب غریب خوب و خفن تو اینستاگرام تولید کنید. و مقالات خارجی میتونید این کار رو انجام بدید، کار مختلفی که بتونید از بزرگای این حالا رقباتون هستن و واقعا دارن تو دنیا خفن کار میکنن، میتونید ازشون کپی کنی و حالا شخصی سازیش کنی. و یه ذره که پیشرفت کردی اومدی بالاتر و متوسط شدی، حالا میتونی ازشون الهام بگیری. یعنی فقط بری ببینی چیکار میکنن اونا، بیای از خودت ایده در بیاری. خب این کار کرد، این بهتر، بیا نقاط ضعفشو بررسی کنی، یه نقطه قوت هم از خودت که داری روش اضافه کنی، یه تحلیل انجام بدی، یه چیز خفن بدی بازار و بیای خودت واقعا روز به روز بزرگ بشی. و این بزرگ شدنه باعث میشه اصلا حالا تو بیای یه مسیر جدید، یه پیشرو میشی توی مسیر و میای یه سری کارا انجام میدی، همه میان حالا از تو الهام میگیرن، از تو کپی میکنن. خب پس تا کوچیکی از بزرگان کمک بگیر تا وقتی که خدمت بگم متوسط شدی از خدمت بزرگان الهام بگیر، از کوچیکی کپی کن، متوسط شدی الهام بگیر و در نتیجه خدمت بگم اگرم که دیگه بزرگ شدی دیگران میان از تو الهام میگیرن و تو پیشرو میشی تو اون قضیه. ماتریس SWOT رو بیا برای رهبران و رقبات بنویس، کسایی که تو بازار قوی هستن بیا برای اونها بنویس، بیا نقاط ضعف و قوتشون رو بررسی کن. خب بیا بررسی کن ببین که نقاط ضعف مخاطب تو چیه. اصلا یکی از دلیل هایی که تو میتونی بهتر کنی و از توش پول در بیاری دقیقا همین نقاط ضعف رقیباته. ببین چی باعث شده که مثلا اینجاش مثلا بلنگه، همونو بیا تو تکمیل کن، اون نقطه ضعف اون مخاطب رو بیا تو پر کن و تو بشو یک کسی که یه مزیت رقابتی خفن‌تر داره و بیا مخاطبین بیشتری رو جذب کن. این خیلی مهمه. وقتی نقطه ضعف مخاطب رقیبات رو میسنجی و اون رو با توجه به شرایط خودت میای یه نقطه قوت میکنی، در نتیجه میتونی ازش خیلی خفن پول در بیاری. و یکی از ایده های همین خدمت بگم کسب و کارهای مختلف، کسی که میخواد یک کسب و کار راه بندازه، همینه که فقط بدونه که چی میتونه درد مردم رو دوا کنه. خب فقط همین. تو اگه بتونی درد مردم رو دوا کنی، این بهترین محصولی که تو میتونی، خدماتی که تو میتونی مخاطبت بدی. پس اینو فراموش نکن، یکی از بهترین ایده‌هاست واسه کسب و کارها. اگر یک نفر میبینی امروز دغدغه‌اش اینه که نمیدونم در سریع ترین زمان بخواد ماسک بخره، بیا این کار انجام، بیا ماسک تولید کن، یا بیا نمیدونم با توجه به شرایطی که وجود داره بیا ببین دغدغه مردم چیه و برای کدوم بیشتر پول پرداخت میشه و همونو بیا انجام بده.
اما قیمت گذاری محصول خدمات قدم صفرش قبل از که اصلا بخوایم بررسی کنیم و بخوایم در موردش صحبت کنیم اینه که محصولی که میخوایم بخریم یا از تولید کننده بگیریم بریم قیمت مصرف کنندش رو تو پیجای رقبا در بیاریم. اوکی، من باید بررسی کنم اصلا میخوام امروز یک میوه خشک بفروشم، اول برم بررسی کنم ببینم که این رقیبام رنج قیمتیش مثلا یه محصول میوه خشک مثلا فلان توی پیج رقیبام چقدره و بعد برم سراغ این که تولید کننده باش صحبت کنم و قیمت بگیرم. چون رنج قیمتی دستم میام با توجه به اون رنج قیمتی که دستم میام بررسی میکنم الان مثلا من بسته 50000 تومان میتونم بفروشم، رنج قیمت اینه، میام میرم با تولید کننده صحبت میکنم میگه مثلا 45000 تومان، میگم خب نمیصرفه واسه من. اینجوری راحت تر میتونی با تولید کننده و عمده فروش ها کار کنی و اون قیمت از اول بررسی شده است. اینجوری نیست که تو میره اول یه محصولی میخری مثلا 40000 و میبینی قیمتش مثلا 44 تو بازار و نمیتونی موقع بفروشی. اینجوری نباشه. حالا باید ببینی که توی کلا توی فروش محصول الان شرایط هم دقیقاً به همین شکله که اگر تو محصولی که داری میفروشی یا اصلا میگه اینی که داری میدی بره، چجوری میتونی جاشو پر کنی؟ یعنی چی؟ یعنی دیدی مثلا طرف میگه آقا من این مثلا این پرزنتر رو دارم 50000 الان به تو بدم و برم 70 تومن بخرم. دقیقاً همین قضیه است. به خاطر همین میاد قیمت اینو بالاتر میبره، به خاطر اینکه باید گرونتر بخره. این دوباره تو بحث قیمت گذاری محصول خیلی مهمه که تو بتونی رو محصولات و خدماتت قیمت بذاری. بعد ببینی که الان اینکه داری میدی بره، اینکه داری میدی داریم به مشتری ارائه میدی، میتونی جاش دوباره بذاری یا نه، میتونی جاش با همون قیمت پر کنی یا نه، و میای به نسبت این قضیه و نوسانات بازار رو این قیمت میذاری. و اینم باید توجه کنی. ببینید برای گرفتن پول بیشتر باید ارزش پیشنهادی و مزیت رقابتی خیلی خفن‌تری داشته باشی. مثال بزنم برات. چرا مثلا یه صبحونه تو اسپیناس پالاس تو هتل اسپیناس 1 میلیونه، یا مثلا یه وعده غذایی توی نایب مثلا 150 تومنه، یا مثلا میری توی قهوه خونه 20000 تومنه؟ مگه فرقی داره؟ نه. ببینید دوستان، غذا هر ستایی که مثلا هر سه جا داری تو تخم مرغ میخوری، خب اینجا 20 تومنه، اونجا 150 تومن، اونجا مثلا 500000 تومنه. دلیل اینکه تو میتونی از مخاطب پول بیشتری بگیری اینکه مزیت رقابتی بهتری داشته باشی یا ارزش پیشنهادی بهتری داشته باشی. امروز مثلا بودن توی محیط این اسپیناس پالاس، فضای اسپیناس، نمیدونم حالا موسیقی زنده، آرامشی که وجود داره، سرویس خوبی که داره، باعث میشه که تو پول بیشتری پرداخت کنی. یه مثال راحت تر بزنم، رستوران خاکی توی، حالا تبلیغ رستوران هم میشه جاشو نگم، پس رستوران خاکی مثلا یه جاییه که مردم پول بیشتری نسبت به سایر رستوران ها میدن ولی با دست غذا میخورن. شاید براتون خیلی عجیب باشه. ببینید اومده یه مزیتی، یه ارزشی رو ارائه کرده که یه جای لاکچریه، غذای خفنیه که تو با اینکه بخوای با اینکه داری با دست غذا میخوری و قاشق چنگالی وجود نداره، تو پول بیشتری پرداخت میکنی. اون مزیت، اون ارزش چیه؟ ارزشش اینه که یه فضای متفاوته، یه ایده احمقانه است، یه ایده خلاقانه است. اینها باعث میشه که مخاطب براش پول بیشتری بده، به خاطر اینکه مثلا بیا تو اون محیط یه بار خودش رو تو اون محیط بسنجه، با دست غذا بخوره و خیلی چیزای دیگه. رو مزیت رو به این بارها دارم تاکید میکنم، مزیت رقابتی، مزیت رقابتی، مزیت رقابتی. چه ارزشی ارائه میدی، چه مزیتی داری برای مخاطبینت که میتونی اونها رو مجاب کنی از محصول و خدمات تو استفاده کنن. حالا شیوه فروش، برو تو پیج رقبات ببین که وقتی تو یه محصولی سفارش میدی اونا چجوری با تو تا میکنن. اوکی، برو بررسی کن ببین که مثلا چجوری سفارش میگیرن ازت، چقدر طول میکشه اصلا جواب تو بدن. اوکی، اینها خیلی مهمه که دستت میاد قشنگ. تو اینستاگرام چجوری سفارش بگیرم، چی بگم، چی نگم، همه اینها رو میتونی بررسی کنی. شیوه‌های فروش مختلف وجود داره. یا مثلا طرف میگه تو اینستاگرام تموم کن قضیه رو، یا میان از طریق وبسایت میگن لینک میدم برو مستقیم تو وبسایت، یا مثلا میگن شماره تلفن بده، شماره تلفن میدم میگن زنگ بزن مشاوره بهت بدم و تلفنی کارو تمام میکنن. یا مثلا میگن برو تلگرام، برو نمیدونم واتساپ و
یا یه لینک پرداخت زیلینک میدن و میگن مستقیم برو پرداخت کن. اینو توجه کنید دوستان، به هیچ وجه مخاطب رو سردرگم نکنید، پاس ندید بهش. من دیده بودم دیگه، مثلا یه محصولی میخواستم، گفت مثلا تو واتساپ، توی دایرکت بهش پیام دادم، گفتم آقای محصول چقدر؟ گفت مثلا تو واتساپ پیام بده به همکارم ببینم موجود داره یا نه. و مثلا به واتساپ پیام دادم، گفت اگه میشه به این آیدی تو تلگرام بدی، مسئول انبار ایشونه. به انقدر پاس میدادم به هم دیگه، من دلسرد شدم مثلا از خرید اون محصول. خب این کار رو انجام نده هیچ وقت. خیلی سریع نهاییش کن فروشو و مخاطب رو پاس نده تو شبکه‌های اجتماعی مختلف و تا جایی که میتونی یکی دو تا راه بیشتر واسه ارتباط با مخاطب واسه فروش قرار نده. نگو تو واتساپ، تو سایت، تو نمیدونم این لینک هست تو اینستاگرام دایرکت بده، تو واتساپ، تو تلگرام پیام بده، جای مختلف نکشون مخاطب. یه جا بذار، تمرکز خودت هم بهتره و راحت‌تر میتونی اون رو اداره کنی. پس تو شیوه فروشتون هم خیلی باید دقت کنید. یه سری از مثلا مخاطب همه چیز اوکی میرسه به این شیوه فروش پشیمون بشه. چقدر پیش اومده براتون که سایت های مختلف رفتی به خاطر اینکه یه محصول سفارش بدی، انقدر تو سبد خرید و جای دیگه گشتی و نمیدونم نتونستی برسی به صفحه پرداخت پشیمون شدی، یا تو اینستاگرام محصول دیدی نمیدونستی چجوری با سفارش بدی پشیمون شدی. این شیوه فروش هم خیلی مهمه، پس بهش خیلی دقت کنید. اما مورد بعدی توی بوم کسب و کار اینستاگرامی میزان بودجه تبلیغات و زمانبندی اون تبلیغات هستش که اصطلاحاً میگن کمپین های تبلیغاتی برای خودتون ران کنید. حالا کلا کمپین چیه؟ کمپین مجموعه فعالیت های به هم پیوسته‌ایه که تهش به یه نتیجه مشخص میرسه. خب یعنی شما میای بررسی میکنی که مثلا ما یه سری کارها انجام میدیم که در نتیجه میخوایم 1000 تا فالوور بگیریم، در نتیجه میخوایم محصول بفروشیم، نتیجه مشخصه. پس مجموعه فعالیت‌های به هم پیوسته‌ایه که شما میخواید به نتیجه مشخصی برسید، اینو میگن کمپین. حالا یک کمپین باید 3 تا مشخصه داشته باشه، 3 تا ویژگی داشته باشه. اول اینکه هدف داشته باشه، یعنی برای چه کاری میخوای کمپین برگزار کنی، برای چی میخوای تبلیغ کنی، میخوای فالوور جذب کنی، میخوای برندتو نشون بدی، میخوای فروش انجام بدی، هدف تو از تبلیغ چیه؟ این باید خیلی مهم باشه. حالا تو بحث تبلیغات کامل صحبت میکنیم، اما اینجا به صورت خیلی خلاصه میخوام بهت بگم. مورد بعدی بحث زمان اجرای کمپینه. خب میای بررسی می‌کنی کی من این تبلیغ رو برم، چه زمان، چه تایمی، چه روزی، اینها رو بررسی میکنی و در نتیجه بودجه من واسه تبلیغات چقدر هزینه میخوام انجام بدم و به نسبت بودجه میام حالا پیج‌های مختلف رو بررسی میکنم، اینفلوئنسر اگه میخوایم تبلیغات برم یا نه میخوام پیج‌های تبلیغاتی کوچیک برم یا پیج‌های تبلیغاتی بزرگ، تمام اینها رو میای بررسی میکنی. و حالا یه چیز خیلی خوب بخوام بهت بگم، آمار خوب اینه که تو اگر بابت تبلیغات 1 تومن دادی 2 تومن در بیاری، یا 1 دادی 2 برگرده. این بازخورد برای تو داشته باشه تو تبلیغات. اگر داری محصول میفروشی، میخوای تبلیغات کردی محصول بفروشی، 1 تومن تبلیغ کردی 2 تومن محصول فروخته باشی. اوکی، این یه آمار خوبه که حالا باز تو بحث تبلیغات کامل رو بحث فالوورها و چه جوری تبلیغ کردن اینا با هم صحبت میکنیم. اما بحث بعدی توی بوم کسب و کار اینستاگرامی خیلی کوتاه میخوام بهت بگم، تولید محتوا توی بوم کسب و کار اینستاگرامی باید بدونی تو میخوای از چه طریقی تولید محتوا کنی. به خاطر میری دنبال سراغ همون نرم افزارها و اونها رو یاد میگیری. اگه میخوای با کامپیوتر کار کنی، فتوشاپ، نمیدونم پریمیر، فیلمورا، نمیدونم هر چیز دیگه که میخوای یاد بگیری میری یاد میگیری. یا اگه میخوای با گوشی کار کنی، یه موبایل و یه اینشات یا کاین مستر یا موجو یا هر اپلیکیشن دیگه که نیاز داری تو برای اینکه یک محتوای خوب توی اینستاگرام آپلود کنی رو، اینا رو بررسی میکنیم. مثلا من تا الان تو پیجم پستایی که گذاشتم اکثرا با گوشیم ضبط شده و با گوشیم هم ادیت کردم، با گوشیم هم کاور گذاشتم. یعنی تمرکزم اینه که میدونم برای تولید محتوا باید گوشیم رو بلد باشم. یه سری افراد هستن میگن که مثلا چجوری اینشات کار کنیم، چجوری مثلا کاین مستر کار کنیم. اینم بهتون بگم، من آموزش های اینشات، کاین مستر، فتوشاپ و خدمتتون بگم یه نرم افزار ادیت فیلم خیلی ساده، فیلمورا رو هم براتون اضافه تر از دوره گذاشتم و حتما ازش استفاده کنید و یعنی حالش رو ببرید. چیز خیلی خوب و به درد بخوریه. و پس توی تولید محتوا این نکته رعایت کنید. بحث تولید محتوا خیلی مفصله، ولی همین انقدر رو بدونید که باید سراغ چه برنامه‌هایی برید. حالا بحث چی تولید کنیم، چی بگیم، ایده چی باشه جلوتر تو بخش تولید محتوا. زمانبندی فعالیت در اینستاگرام باید بدونید که
چقدر زمان تو اینستاگرام باید بذارید. یکی از چیزهای خیلی مهمی که به شما تو فعالیت اینستاگرام کمک میکنه داشتن تقویم محتواییه که بازم تقویم محتوایی رو خدمتتون بگم کامل توضیح میدم. فقط اینقدر بدونید که تقویم محتوایی به شما میگه که رو چه موضوعاتی زمان بذارید که در نتیجه یه خروجی خوب داشته باشه، یه خروجی مشخص داشته باشه براتون. مثلا بدونید شنبه چه پستی باید بذارید، یک شنبه چه پستی بذارید، چه استوری باید بذارید، هدف شما از این پست و استوری چی باید باشه، نمیدونم چه ساعتی باید بذارید، چه هشتگ هایی رو باید استفاده کنید. همه اینها بررسی میشه. حالا تو بحث کامل وقتی تقویم محتوایی رو براتون آوردم میتونید اونجا با هم دیگه صحبت کنیم و توضیحات کامل رو بهتون بدم. پس باید بدونید چند ساعت در روز باید زمان بذارید رو پیج خودتون که مثلا میخواید، این باز بستگی به تعاملتون داره، مثلا چقدر دایرکت جواب بدید، چقدر کامنت ها رو جواب بدید، یا اصلا چه تایمی رو بذارید تو اینستاگرام دنبال ایده باشید. این خیلی باز مهمه که چه تایمی رو برای ایده پیدا کردن تو اینستاگرام بگذرونید. و خدمتتون بگم مورد بعدی این که زمانی که میخواید حالا کامنت بذارید، اگه یه تایمی رو میخواید برای کامنت گذاشتن تو پیج رقبا حالا بزرگان کسب و کارت داری میذاری، اینو بدون که کامنت هایی که زیر پستاشون میذاری تبلیغاتی نباشه. یه سری کامنت های مثبت و تخصصی اونجا بخوای بذاری، نه بنویسی که سلام من نمیدونم پیج فلان دارم، بی پیج منم سر بزن با اجازه ادمین فلان متن. این جمله ها رو ننویس. نه، وقتی یه پستی گذاشته شد تو اینستاگرام، یه موضوعی گذاشته شد، شما می‌نویسی اول تایید می‌کنی اون گفته اون فرد رو، می‌نویسی که با توجه به مطالبی که نوشتید واقعا مطلب عالی بود و حالا میای نظر خودت هم، نظر تکمیلی خودت هم می‌نویسی که این دوباره خیلی کمک میکنه تو بحث این که شاید اون کامنت برای شما فالوور بیاره که اصطلاحاً بهش میگن کامنت مارکتینگ و بازاریابی از طریق کامنت، که خیلی خیلی باید رو این قضیه قوی باشید. شاید هر 20 تا 30 تا 40 تا پست توی پیج‌های رقبا یه همچین فرصتی بده که تو بخوای کسب و کار خودت رو وصل کنی به اون پیج و اون محتوا و بتونی اونجا خدمت بگم که کامنتی بذاری که دغدغه افراد رو رفع کنه و مخاطب خدمت بگم که مجاب بشه به اینکه تو اون کامنت رو بخونه و بیاد به پیجت سر بزنه. که حالا مثلا چند وقت پیش من یه کامنت گذاشته بودم توی پیجا، مثلا نوشته بود که مطلبتون خیلی خوب بود و به نکته خیلی مهمی اشاره کردید و با توجه به تحقیقات اخیر من در این موضوع اومدم نظر خودم رو نوشتم. نکن اومدم با این جمله که با تحقیقات من این مقدار تخصص خودم تو این قضیه نشوندم که این دوباره خیلی مهمه تو بحث کامنت گذاشتن. خب تا اینجا شما باید یه پیج خیلی خفن ساخته باشی که عکس پروفایلش کاملا حرفه‌ای باشه، بیو خیلی خفنی براش نوشته باشی و خدمت بگم اگر هایلایتی پیجت داره هایلایتات کاور داشته باشه و مطالبی تو هایلایتات گذاشته باشی که کاربردی باشه، یعنی هایلایت زیادی نباشه زیر پستات و در نتیجه کامل بخشای اینستاگرام رو بلد باشی، هشتگ ها رو اصولی دیگه زیر پستات بذاری و خدمتت بگم با الگوریتم اینستاگرام کامل آشنا باشی. بوم اینستاگرامیت هم حتما کامل بر خود نوشته باشی که هیچ دغدغه‌ای نداشته باشی که ادامه مسیر قرار موضوعات مختلف صحبت کنیم، کامل ذهنت تو اونجا باشه، عقب نمونی، پله به پله قدم به قدم با من بیای و من بهت قول بدم که میتونی اتفاق خیلی خفن رقم بزنی در انتهای این دوره و میدون تجربه ثابت کرده که حتی خیلی‌ها با همین بخشای کوچیک این آموزش‌ها به درآمد رسیدن و تو هم حتما میتونی. پس این بخشا رو انجام بده و مواردی که شنیدی رو حتی اگه شده دوباره بشین ببین این دوره رو تا اینکه بتونی توی حالا جلسه بعدی و هفته آینده یک اطلاعات خفن‌تر بهت بدم که بتونی انشالله پیشرفت چشمگیری داشته باشی. تا جلسه دیگه بدرود.